سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز هستم در خدمتتون برای ساخت ویدیو شورت برای کسب درآمد تو یوتیوب. خیلی کار راحت و آسونیه، بهتون آموزشش رو میدم. امیدوارم که خوشتون بیاد. در خدمتتون هستم. خب دوستان، اول از همه باید وارد سایت لبس گوگل باید بشیم که مال خود گوگل هست. اول شما باید اینجا اکانت خودتون رو درست کنین. حالا با جیمیل میخواین وارد شین یا هر چیز دیگه ای. ببینید چیزهایی که مورد نیاز شما هست، یه دونه لبس گوگل و یه دونه گوگل آی ای. گوگل آی ای میشه گفتش که همون آی ای گوگل. به نظر من چیز خیلی بهتری نسبت به چت خپته. چت خپته هم شما میتونید استفاده بکنید، ولی پرامپ جیسون رو بهتره که با گوگل آی ای شما بنویسین، چون به شما خیلی بهتر و دقیقتر راهنمایی میکنه. من لینکاشو برای شما میذارم، شما میتونید لینکاشو از توی خود یوتیوب خیلی راحت وردارین. بریم، زیاد طول نمیدم، بریم برای آموزش. خب برای آموزش شما وقتی که وارد اکانتتون که شدین، میایین در قسمت ویسک، لانچ ویسک رو میزنیم. اینجا به شما میگه که شما میخواین واردش بشین اینتر تول، و بعد اینجا ببینید شما چیزی که میخواین و اینجا مینویسین، ایده‌ای که دارین، و اون به شما طبق همون ایده شما به شما یه عکس تحویل میده. اگه شما از قبل عکسی چیزی دارید، میتونید اینجا هم اضافه بکنید. ببینید سابخط واسه جای من پیشنهاد میدم، حالا عکس دارین میتونین عکس هم اضافه بکنین. از اینجا شما میتونین عکس آپلود بکنید. فکر کنم اولوش 3 تا 4 تا عکس شما میتونید اینجا آپلود بکنید، ولی بیشتر به شما من پیشنهاد نمیدم، چون امکان داره یکم قاطی بکنه. و چیزها، حالا استیلش، مثلا بکگراندش، حالا هر چیز دیگه رو شما میتونید اینجا انجام بدین. برای شروع مثلا من میخوام یک آقایی باشه که مثلا در حال خوردن قهوه است. میام اینجا تو قسمت گوگل آی آی، ببینید این زبان فارسی هم ساپورت میکنه. یه چیزم به شما بگم خیلی مهمه، در این قسمت شما باید اینو تغییرش بدین، چون معمولا روی نانو بانانا هست. شما اینو تغییر میدین، میارین روی خمینی 2.5 پرو. بله، چون شما وقتی که اینو تغییر میدین، این خودشو سازگار پیدا میکنه با اون ساخت کلیپ، حالا یا عکسی که میخواین انجام بدین. اون تقریبا میشه گفتش که خودشو یه جورایی درست میکنه، حالا نوشته شما. حالا مثلا من برای شروع می نویسم، خب من اینجا باید بنویسم یک ویدیو شورت میخواهم درست بکنم که یک آقا در حال خوردن قهوه است. خب وقتی که شما نوشتتون رو می نویسین، دکمه راون رو بزنید و این شروع میکنه به حالا ساخت اون چیزی که فرمی که شما بهش دادین و داره میگرده که پیدا بکنه، ببینه چی میتونه برای شما انجام بده. بله، الان ببینید اینجا اومد. خب ساخت ویدیو کوتاه از یک پیرمرد در حال نوشیدن قهوه، ایده، سناریو و نکات فنی. ببین چقدر حرفه‌ای در آورده. خب برای شروع میتوانید یکی از حال و هوای زیر را برای ویدیو خود انتخاب کنم. خب میگه ببین یکی از اینا رو من میتونم انتخاب کنم. خب هنر سینمایی در این سبک. اوکی. آموزش کوتاه، پشت صحنه. خب تا اینجا همه چی اوکی. مردی ببینید شخصیتش هم حتی گفته مردی با ظاهر آرام و متفکر، یک کافه دنج با نور طبیعی یا بله. خب ببینید اینا همه چی اوکی. وقتی که شما اینو به دست آوردین، خب میتونید
اینو کپی بکنین. البته من به شما پیشنهاد میکنم بزنید به زبان انگلیسی. انگلیسی انگلیسی بله، به زبان انگلیسی وقتی که شما بزنید این خودش به نظر من بهتره، چون زبان فارسی حالا زمان خودمونه و اینا مشکل یکم پیدا کردنش تو گوگل و اینجور داستانا امکان داره یکم خوب در نیاره اون چیزو. اه، خب الان ما اینو یه دونه کپی میکنیم. ببینید شما میایین اینجا میگردینش، ببینید خیلی قشنگ در آورد واقعا. خب اینو من اینجا میام میگیرم تا این قسمتش رو کپی میکنم، میارم تو این قسمت ویسک اینجا پستش میکنم. خب وقتی که پست کردم ببینید اینجا یه نکته خیلی مهم داره این قسمت، شما این باید حتما باید این قسمت این روشن باشه. خب اگه این روشن نباشه احتمالا عکستون خیلی بد در میاد. این هم قسمت سرعت ویرایشش و اینا. یه دونه دیگه البته اینم به شما بگم این گوگل لبس یه کردیتی هم به شما میده. خب اینجا یه ببینید یه کردیت به شما میده، با این کردیت شما میتونین حالا هر مقدار ویدیو اینایی بسازید. خب ببینید الان ساخت اینو. خب این چیزی که من میخواستم و اینجا برام درست کرده. ببینید الان یه آقای با قهوه است و فلان و اینا. خب داره میخوره. اوکی ما این عکس رو چیکار میکنیم؟ سیوش میکنیم، میریم میایم یه قسمت میایم عقب. الان که عکس رو ما به دست آوردیم میایم تو قسمت فلو. اینجا ببینید قسمتیه که شما باید نیو پروژکت رو میزنیم. اینجا ببینید اینجا میگه که آقا شما عکسی دارین که مثلا بخواین چیز بکنی یا از طریق مثلا اولی میگه تکست تو ویدیو. تکست تو ویدیو یعنی شما میخواین متنتون رو بنویسین به شما یه چیز تحویل بده، ولی اگه عکسی دارین عکسی داشته باشین اما عکس رو میاد واسه شما انجام میده. خب ما اینو میزنیم چون عکس داریم، درسته؟ بعدش این به علاوه رو میزنیم. وقتی که این پلاس رو میزنیم اینجا میتونیم عکسمون رو آپلود بکنیم. خب من الان عکسمو میخوام آپلود بکنم. بله اینجا حتی شما میتونید اندازه و اینا همه چیزشو درست بکنید. خب من عکسم داره آپلود میشه. بله الان دوباره برمیگردیم میایم تو قسمت گوگل آی ای و ازش درخواست میکنیم پرایمت. بله زبان فارسی ما هم که من چون کیبوردم زبان فارسی نداره به خاطر همین مجبورم اینجوری بنویسم. بله الان می نویسیم جیسون پرامپ برام بنویس. خب الان همینو میاد برام برنامه نویسیش میکنه، جیسون پرامپشو به من میده. خب ببینید بله این بخش از همه. بله خب الان ببینید این برنامه اینو قشنگ اومده اینجا نوشته برام. خب اینو من میتونم اینجا کپی بکنم میارمش تو این قسمت. ببینید عکس هم آپلود کردم اینجا، اینو کپی کردم اینجا. ببینید شما میتونید کوالیتیشو انتخاب بکنید VO3 کوالیتی بیس اودیو. ببینید روی این میذارین از همه بهتر تقریبا. خب به شما 2 تا ویدیو تحویل میده. خب یعنی اگه بزنم اینو من الان 2 تا 100 تا مثل که کم میکنه. خب بابت هر ویدیوش فکر کنم. خب الان میزنیم ببینیم چی میشه. خب الان داره ویرایش میکنه برام تا ویدیو اصلی رو برام به دست بیاره. ببینید یه کار فوق العاده خوبیه اگه شما بتونین اینو یاد بگیرین
و اگه ایده های خیلی قشنگ و زیبایی داشته باشه حتی میتونید با واسه خودتون انیمیشن مورد علاقتون رو بسازین، حالا یه فیلم کوتاه یا انیمیشن یا هر چیز دیگه ای. واقعا چیز جذابیه و راحت میشه ازش کسب درآمد کرد، حالا به هر صورت، یا از طریق یوتیوب یا از هر پلتفرم دیگه ای شما میتونید کسب درآمدتون رو بکنید، حالا به صورت شورت میخوایم بسازین، حالا هر چیز دیگه ای. ولی اگه ذهن باز و خلاقی دارید واقعا به شما پیشنهاد میکنم که حتما اینو یاد بگیرین و انجام بدین. خب الان این دو تا ویدیوی ما رو ساخت، بریم ببینیم چی درست کرده. خب بد نبود، فقط این یه تیکش نمیدونم چه از لب و لوچه یارو داره قهوه میریزه، یارو انگار لبش سوراخ بود. خب داداش پریسینگ نداری که. خب بریم ببینیم ویدیوی بعدی رو چی زده. خب اومده یارو توف میکنه قهوه را تو این. حالا من کار ندارم ولی کلن اگه بشینید خوب برنامه نویسیشو بکنید یعنی یه چیز واقعا خوبی در میاد. من الان ببینید دوباره یه بار دیگه میذارم ببینم اصلا خودش پیشنهاد خودش چیه بدون اینکه بخوام عکسی اضافه کنم، ببینم چی به من میده. خب این دوتا که اصلا یعنی این که اصلا افتضاح بود. اینجا که یارو داره از دهنش داره در میاد، معلوم نیست از دهنش هم نیست، از زیر دهنش داره قهوه در میاد، اصلا چیز خوبی نیست. اینیکی هم یه دونه ارور هم اینجا داشت. خب اگه بخواد چیز طبیعی بشه آخه این چه کاریه؟ این چه کاریه داداش؟ قهوه توف میکنی، قهوه رو تو با بخوری. خب ما حالا کاری به این نداریم، وای میسیم ببینیم آقا ویدیوی بعدی به ما چی میده. ببینید شما با خیلی دقیق بنویسین. خب من الان چون دارم آموزش میدم به شما، دارم به شما فقط میخوام بدونم که فقط میخوام شما بدونید که آقا چجوریه این کار باش، چجوری میشه حالا شورت گرفت و اینا. ولی اگه بخواین یه چیز خیلی خوشگل و تمیز در بیارین مسلما چیز خیلی پربیننده ای میشه. یعنی هستن افرادی که من میشناسم دارن حالا با شورت و اینا دارن از طریقش واقعا کسب درآمد خوبی در میارن. خب الان بریم ببینیم این دوتا رو چیکار کرده. خب من نمیدونم این چرا فقط همش از دهنش در میاد. خب خب بد نیست آقا، ما تا همینجا قبولش میکنیم اوکی. ولی دیگه من حالا نمیخوام ویدیوم بیشتر از این طولانی بشه، تا همینجا به شما آموزش میدم. اگرم که ببینید الان ما این ویدیو رو درست کردیم اوکی، شما میخواین الان اینو دانلودش کنین، فقط لازمه بیاین اینجا رو ویدیو ببینید اینجا این قسمت میتونید پاک کنین اینا هیچی. اینو اگه بزنید خب میتونید شما ویدیوتون رو به سه کیفیت میتونید دانلود کنید، 270p 720p 1080p. خب من به شما 720p رو به شما پیشنهاد میکنم چون کیفیتش کیفیت خوبیه، ولی اگه 1080 بزنید یک کم اسلو میشه ویدیوتون. خب بهتون پیشنهاد نمیکنم 1080 رو زیاد بزنید. خب بچه ها اینم بود از ویدیو امروز ما، امیدوارم خوشتون اومده باشه. لطفا سابسکرایب و لایک یادتون نره. ویدیوهای بیشتری براتون میذارم از کسب درآمدهای خیلی راحت از طریق یوتیوب، حالا از طریق IA و چیزهای وبسایت های زیادی هست میتونم براتون بذارم، از هر کدوم ویدیو میذارم براتون. امیدوارم که به دردتون بخوره، بتونیم باش کار بکنیم، براتون آموزششو میذارم و اینکه همیشه موفق باشین و پیروز. خداحافظ شما، مرسی، خیلی ممنون.